سلام علیکم. فیلم آماتور واقعا هم اسمش برازنده شد، چون به آماتورترین شکل ممکن یه رمان جذاب و تبدیل به فیلم کردن. اونم فیلمی که یه بار ساخته شده بود و مشخص بود ظرفیت داستان بیشتر از یه فیلم هستش و پلتفرم درست براش سریال، نه فیلم 2 ساعته. فیلم رو جیمز هاوس ساخته و رامی ملک و راشل بروزنان عزیزم توش بازی کردن. رامی ملک کماکان توی نقش مثل ربات گیر کرده، همونو بازی میکنه، همه جام همونه. یه فرد باهوش که توی CIA تحلیلگر اطلاعات هستش و همینجوری اتفاقی زنشو که خیلی هم دوست داره توی لندن میکشن. این بزرگوارم تصمیم میگیره جیسون بورنوار بره انتقام بگیره، اونم با 0% توانایی عملیات میدانی. این کلیت داستانه، اما روایت فیلم خیلی بهتر میتونست باشه. شخصیت اول باهوشه ولی مطلقاً دلیل تصمیماتش توی فیلم مشخص نیست. چرا؟ چون زمان فیلم اجازه نمیده که به خورده ریزهای داستان که اتفاقاً باعث چفت و بست قصه میشن بپردازن و این شکلی برداشتن فیلمنامه رو قربانی کردن. به جز رامی ملک که همه چی بهش میخوره، جز قاتل توانمند، بقیه بازی‌ها خوبه و داستان قوی هستش و چیز خاص دیگه‌ای نداره. از 10 امتیاز من نمره 5 رو میدم به این فیلم، چون سناریوی خوبی داره اما جا داشت بهتر باشه. پس برای دیدنش اگر خیلی فن فیلم‌های جاسوسی و اکشن هستید و چیز دیگه توی دست و بالتون نیست، بشینید ببینید، وگرنه انتخابای خیلی بهتری هستش.